سلام و درود خدمت شما عزیزان خوبم. دوستان خوبم، اگه به من نفروختین حداقل قیمت سنگ دونه بدونین. سنگ سبز اگر عبور نور تا یک سانت دور چراغ قوه داشته باشه من کیلو 40 میلیون خریده هستم. ولی اگه سنگ سبز داشته باشین و تمامی آن عبور نور داشته باشه نامش میشه یشم و با غیرات خرید و فروش میشه. من کیلو 800 میلیون خریده هستم. همینطور سنگ آبی اگر عبور نور آن یک سانت دور چراغ قوه باشه من کیلو 40 تا 60 میلیون خریدار هستم. و در صورتی که تمامی این سنگ آبی روشن بشه از عقیق خارج شده و نامش یاقوت به حساب میاد و با غیرات خرید و فروش میشه. من کیلو 800 میلیون خریدار هستم. دوستان خوبم، فیروزه‌های نیشابور به خصوص اون فیروزهایی که با رگ‌های طلایی دارن عبور و نور نداره. فیروزه‌های رودخونه و فیروزه‌های طبیعی عبور و نور دارن. اگه چنین فیروزه‌ای داشته باشیم و عبور و نور داشته باشه و قسمت سبز قسمت رنگ فیروزه آن، من کیلو 1 میلیارد از شما عزیزان خریدار هستم.